حدیث هم در صحیح بخاری هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی خبر رسید که مردم فارس دختری کسرا را، یعنی دختری خسرو را، وقتی که خسرو هلاک شد خواستن که به جاش راهبر مانند، یعنی پادشاه تعیین کنند. بعد گفتن که لن یفلح قوم ولو امرهم امرأة، ظفر نمی‌یابد، موفق نمی‌شود اون قومی که زن را بر بالای خود والی گذاشتند، یعنی زن راهبر کردیم، اینا موفق نمی‌شود، اینا ظفر نمی‌یابد. گفتن بنابراین برادران عزیز، باید کسی تمنا نکند آن چیزی که الله تعالی به دیگر جنس افضلیت داده است. او حضرت سعدی هم میگن که سعادت برفتد از آن خاندان که بانگ خروس آید از ماکیان. یعنی باید این مثلا در بعضی قوم ها این است که در خانه زن راهبر است، یعنی حکمی اساسی در زن است، مرد اطاعتکار هستند. این نظام عائله و نظام این خلاف سنت الله تعالی در روی زمین است.